بید به نزد بلنگت مادر مهربان اپای زدی را دعوت میکنیم که امروز چنین فرزندان باورمند به وایه رساندند و امروز خدمتش به تمام مردم رسیده شده است. مادر تو فرشته زمینی، مادر تو فرشته زمینی، از گنج زمین تو بهترینی. گر تو نبودی در روی عالم، در روی زمین نبودی آدم. این سرجمی دوستان، این دسترخوان پر از ناز و نعمت، این توی جگربند این خواندن رو به شما مادر عزیز و بکه عین‌الدین و ینگه مهربان مسرور بانو مبارکباد میگیم و تمنا میکنیم که بگذار هر روز در خاندان شما چنین شادی و سرور باشد و با کمال احترام سخن تبریکاتی رو برای هم تبریک و هم یک کف دعای شما میدیم. مرحبا. السلام علیکم تماشاگران گرامی، مهمانانی از دور و نزدیک آمده، اجازت فرمایید از نام خودم از نام اهل عائله‌مان و شما خوش آمدید گفتم و شما خوشی‌های زندگی را آرزو میکنم و بر عروس نازنین گفتنی هم که دائم خرسند باشد، دائم وقتش خوش باشد، لیکن فرمانبردار خانه شوهر باشد. آدمان میگفتن که خاک گیرو از خاک‌های کلان، دعا گیرو از آدمان از پیرانی روزگار دیده. بگذار منم از همان آدمای روزگار دیدم، پس بلندی دنیا را همه را دیدیم، چشیدیم، خوردیم و آدمای پیرانسال دعا گرفتیم، از دعای آنها بهره‌مند بودیم، صاحب فرزند شدیم، فرزندا را کلام کرده به وای رساندیم. این حاضر باشد خدمت کردیم، فایده فرزندا را دیدیم. لیکن به این عوضای نازنین من یک کف دعا دادنیم. مبارکی میهمی خیر، تنی صحت، دلی بیغم، وقت خوش، خاطری جمع. پروردگار شهد و برار شوه عروسم با قرار، شهم فرم چیار شوه عروسم بچه دار، شهم دلاردار شوه عروسم کیوانو ده سرخاندار نون آدار در خانه مردک خونه دار، شوه فرمانده یا فرمان بردار. و تو میگم عروس گپا من گوش بدار، حرمت شوهر تخصیق شتامن تخیش توارا تا عیشت نبرار، خرابای پلاتین سر جوره به خانه روی را شد که تبلی تازه کنیرم میشه عروسی نامدار. باز با تو میگم عروس گپا ما گوش بدار، عروسی کلا کشک نشه، عروسی خبر کشک نشه، عروسی خرکنک نشه، عروسی تلفون بازک نشه، عروسی من تو پازک شد، شپاتی پازک شد، کرچه پازک شد، میشه عروسی نامدار. گم ما بگیری میشه مادری نامدار، گم ما نگی یستونش کاری پروردگار. پروردگار خوشه پیرتان کنه، دامان اختان سوستان کنه، مرقی بچه جد کنه، گسپندی برادارت کنه. پروردگار توفیقتان بتا، انصافتان بتا، اقبالتان بتا، کشای شکارتان بتا، در کسب و کارتان برکت بتا، سفری نیکتان بتا، سفرتان رو بیخطر کنه، چی خدمتان کور کنه، دل شبر دسته کنه. کسی به خاندان شما و خود شما قصد میکنه خدا را پاس کنه، اوراها مدد کنه، حضرت علی روبر شوه، خدای خدای نظر کنه، با والجان نگوانتان شوه، مراداتان حاصل کنه، غایباتان حاضر کنه. چه مراد و مقصد شوه عروس داره، پدر مادری شوه عروس داره، خش توارای عروس داره، تماشابینا همین چه مراد و مقصد همین تماشابینا داره، دخترکای بیشو داره، بچه‌کای بیزن داره. پروردگار همه آنها را به مراد و مقصد اینه که این شب برسونه. پروردگار سرتون درد و نبینه، دیتون غم نبینه، در خانه یکم تتون نقصان نرسونه. آمین. من خگب زدم که خرسک نشیدیم. تشکر زدیم، یک خرسک به خودتون ما هم بزدیم. سلامت باشید. لیکن به این عوضای نازنین من یک کف دعا دادنیم. مبارکی میهمی خیر، تنی صحت، دلی بیغم، وقت خوش، خاطری جمع. پروردگار شهد و برار شوه عروسم با قرار، شهم فرم چیار شوه عروسم بچه دار، شهم دلاردار شوه عروسم کیوانو ده سرخاندار نون آدار در خانه مردک خونه دار،
شود فرمانده یا فرمان بردار. و تو میگم عروس گپا ما گوش بدار. حرمت شوهر تا خسر خشتامن تا خیچ توارا تا عیشت نبرار. خرابای پلاتین سر جوره به خانه روی را شد که تبلی تازه کنی را میشه عروسی نامدار. باز با تو میگم عروس گپا ما گوش بدار. عروسی کلا کشک نشه، عروسی خبر کشک نشه، عروسی خرکنک نشه، عروسی تلفن بازک نشه، عروسی من تو پزک شد، شپاتی پزک شد، کلچه پزک شد، میشه عروسی نامدار. گم ما بگیری میشه مادری نامدار. گم ما نگی یستونش کاری پروردگار. پروردگار خوشه پیرتان کنه، دامان اختان سوستان کنه، مرقی بچه جد کنه، گسپندی برادارت کنه. بید به نزد بلنگت مادر مهربان اپا زیر دعوت میکنیم که امروز چنین فرزندان باورمند با وایه رساندن و امروز خدمتش و تمام مردم رسیده شدند. مادر تو فرشته زمینی، مادر تو فرشته زمینی، از گنج زمین تو بهترینی. گر تو نبودی در روی عالم، در روی زمین نبودی آدم. این سرجمی دوستان، این دسترخوان پر از ناز و نعمت، این توی جگربند این خواندن رو به شما مادر عزیز و باکی عین‌الدین و ینگه مهربان مسرور بانو مبارکباد میگیم و تمنا میکنیم که بگذار هر روز در خاندان شما چنین شادی و خوش باشد. لیکن فرمانبردار خانه شوهر باشد. آدم ها میگفتن که خاک گیرو از خاکزای کلان، دعا گیرو از آدمان از پیرانی روزگار دیده. بگذار من هم از همون آدم های روزگار دیده هم. پس به بلندی دنیا را همه را دیدیم، چشیدیم، خوردیم و آدم های پیرانسال دعا گرفتیم، از دعای آنها اهرمند بودیم، صاحبی فرزند شدیم، فرزنده را کلام کرده به وای رسوندیم. این حاضر باشد خدمت کرده سیم، فایده فرزنده را دیده سیم. سرور باشد و با کمال احترام سخن تبریکاتی را برای هم تبریک و هم یک کف دعای شما میدیم. مرحبا. السلام علیکم تماشاگران گرامی، مهمانانی از دور و نزدیک آمده، اجازت فرمایید از نام خودم از نام اهل عائله‌مان و شما خوش آمدید گفتم و شما خوشی‌های زندگی را آرزو میکنم و بر عروس نازنین گفتنی هم که دائم ما خرسند باشد، دائم ما وقت